بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز باز ما با نوید جدید از طب سنتی بحث میکنیم بالای غدودها. از این پیش ما بحث کردیم در بالای شکر بسیار گپ زدیم، میولدی زیاد گپ زدگی هستیم. امروز ما برتان باره غدودها گپ میزنیم که یک همشیره ما بودیم روز آمده بود دندان طرف راستش درد کرده و بعد از درد کردن ایره دندانش کشیدن. بعد از دندان کشیدن هم این چی نشد، جور نشد و بالاخره ایره آپسی گفتن و بالاخره تا پاکستان بردن و 6 تا 8 تا کیمو کردن و ایره سرطان تشخیص کردن. لیکن طب سنتی چی میگه؟ طب سنتی میگه که هرگاه شما همه قسم غدودها در جسم شما واقع شد، در حقیقت او غدودها در جسم شما مواد فاسده است که در جسم شما چی شده؟ مانده و جسم که از به طور کلی کار نکرده او را اخراج کرده نتانسته. علاج ازی چی است؟ علاج ازی را خود جسم میکنه. شما کیموتراپی میکنین، اگر مزاج کسی که از سرد باشه خب کیموتراپی یک چیزی فایده میکنه و بعد از او چند وقت بعد دوباره میاره. اگر کیموتراپی میکنه و مزاج ازی گرم است خب 100% یادم چی میشه؟ یادم از بین میره. خب برها ما میایم به سر اصل موضوع براتون میگیم که وقتی که یک آدم در جسمش غدود پیدا میشه، خصوصا غدود در زیر گلو پیدا میشه یا در دندان پیدا میشه یا در سر پیدا میشه یا در معده پیدا میشه یا در جگر پیدا میشه، این غدودها را علاجش چی است؟ علاج ازی اول در داخل خوراکتان غذایتان درست کردن و مزاج دانستن. اگر یک اشتوک است باید او اشتوک مزاجش فهمیدن که یک اشتوک مزاجش میباشه سرد و تر میباشه. یک نوجوان چیزش که هسته مزاجش که هسته خشک و سرد میباشه. یک جوان مرد مزاجش میباشه گرم و خشک میباشه و یک زن نرمال مزاجش میباشه گرم و خشک میباشه یا خشک و گرم میباشه و یا گرم و تر میباشه. در اینجا این مسائل است. لیکن ما به خاطر اینکه بفهمیم مزاج یک آدم مناسبه با چی بفهمیم؟ ما میتونیم که به ذریعه پی اچ مای را معلوم کنیم، به ذریعه پی اچ ادرارش که ادرار خاطر از که در داخل ادرار وقتی که ما میبینیم تقریبا 5420 کیلو خون روزانه چی میشه؟ از گرده ادرار رد میشه و 1.5 لیتر یا 2 لیتر ادرار که عبارت از کراتین یوریا چیزاست چی میکنه؟ از جسم اخراج میکنه. خب اینمی است که در داخل جسم یک اشتوک پی اچش باید باشه 6.4 تا 7.2. اینی یک نرمال اشتوک پی اچش است. اگر 6.4 6 می باشه، 5 می باشه، 5.5 می باشه، این مریض است و خصوصا اگر کسی 5 می باشه این بسیار خطرناک است و این از مرض آتشک مبتلا است. دوم یک نوجوان اگر می باشه، نوجوان ما می بینیم یک نوجوانی که می باشه مثلا 12 13 14 ساله می باشه، دختری باشه یا بچه باشه، 4.8 تا 5.7 این چی می باشه؟ این مزاجش می باشه، پی اچش باید امخا باشه. و اگر یا ما مرد نرمال می بینیم باید 5.8 تا 6.4 باشه و اگر ما یک زن نرمال می بینیم 6.4 تا 7.2 باید باشه و اگر از این بالا بود مثلا 7 بود، 7.5 بود، 8 بود، 9 بود، باز اینا به طرف چی میرن؟ به طرف مریضی های گوناگون میرن. خب در اینجا ما بر شما چیزی گفته رسیم، اون میگیم غدود. اگر غدود از یک اشتوک باشه، شما یک اشتوک 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله باشه تا 7 ساله باشه این علایده است. باز از 9 10 و 11 و 12 تا 15 و 20 سالگی علایده است. باز 20 تا 25 سالگی علایده است. باز از 25 تا 30 و 40 این چیزی ازی علایده است. لیکن در تمام صورتش یک صورتی ازی کلگش چی است؟
همراه یکی دیگهش ملچ است، همراه یکی دیگهش که است یک جاست. اویی است که در خوراک غذای نظام درست کردن. در غذای نظام چی است؟ در غذا که از نظام ما چی میکنیم؟ غذا را از صبح 8 تا 4 بجه یا تا 5 بجه آخر 6 بجه، بعد از 6 بجه غذا وقتی که شما جسم نتین، بعد از شما میبینین که اینمی جسم علاج خودی اینمی حدود کدن میگیره. به خاطر از اینکه دو که غذا نمیرسه، سلز داخل ما که از چی میکنه؟ اونمو جایی که حدود میباشه، در داخل حدود کدام چیز دیگه نیست. حدود خب بعد از اینکه از خون، از غذا در معده، از معده در روده اول، روده اول در روده دوم، روده دوم در جگر، از جگر به خون تبدیل شده داخل ترشح میکنه داخل جسم ما. بعد از اینکه این غذاها مواد میماند یک جایی، خرابی پیدا میکنه، به شکل دانه و حدود پیدا میشه. این اصل خودی از این یا مگنیشیم است، پتاسیم است، سدیم است، اینمی چیزاست، کدام چیز دیگه نیست داخل از این. البته همین چی شده؟ همینجا مانده و جسم اخراج کرده نتونسته و استعمال گرفتن نتونسته. وقتی که این شما غذا نمیخورین، جسم سلز ما چی میکنه؟ به خاطر نجات خودش، به خاطر غذای خودش، اینا رو چی میکنه؟ خوردن میگیره. وقتی که خوردن گرفت، بهترین طریقه علاج در طب سنتی اینمی است. و شما ببینید که روزه میگیریم، نه؟ روزه بعضی وقت 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت. این روزه خودی از یک علاج است. اینمی طور وقتی که علاج میشه، این جسم مکمل درست میشه. هیچ ضرورت کیمیوتراپی نیست، این چیزی نیست. البته در اینجا فرق دانستن که این اشتوک است، این یک نوجوان است، این آدمی پیر است، این آدمی این زن است و این مرد است. و مزاجا هم فهمیدن که مزاج یک مرد چی است، مزاج یک زن چی است، مزاج یک اشتوک چی است. به هر صورت دوای از این مختلف است. در اینجا معده را در نظر میگیریم، ادرار را در نظر میگیریم، مواد غایطه را در نظر میگیریم، قبضیت در نظر میگیریم، سوخت در نظر میگیریم، رنگ ادرار را در نظر میگیریم. رنگ ادرار سفید است، سبز است، زرد مایل به سفیدی است، و یا که رنگ آتشی است، نارنجی است، یا که مالتایی است، کدام رنگ است. اینا را مکمل دیده بعد از چی میکنیم؟ بعد از ما تشخیص میکنیم. بعد از تشخیص چی میکنیم؟ تجویز دوا میکنیم. لیکن دوا صرف کمک میکنه. اصل اون کاری که شما کردین چی بود؟ غذا را وقتش تعیین کردن، کم کردن. اصل علاج اینی است. و در پرهیز، مثلا اگر کسی یک نوجوان است یا یک زن نوجوان است یا که مرد 40 ساله و 35 ساله 25 ساله بالاست یا زنی که از 25 ساله بالاست، اینا شما ایره میبینین که نبض زیده کجاست. اگر نبض عصبی بود یا که pH ازی از 5.8 یا 6.4 یا که از 6.4 7.2 پایین بود، 5 بود، 5.5 بود، باز شما چی میکنین؟ ایره که هسته علاج چه میکنین؟ به طوری چی؟ به اونو طوری که جسم ضرورت داره، یعنی گرمی به رزو میرسه. و اگر داخل ازو گرمی بود چی میشه؟ سردی به رزو میرسه. من اینجا یک نرمال شه و عمومی شه براتون میگم. کسایی که مثلا ما همی فعلا همی زنی که دیدیم پیش ما آمده بود، خانمی که دیدیم این حدود بود، طرف راست است. نشانی اول طرف راست. طرف راست بود یعنی سردی. جسم ما 6 تقسیم است. تقسیم اول، تقسیم دوم، تقسیم سوم، تقسیم چهارم، تقسیم پنجم، تقسیم ششم. جسم 6 تقسیم است و طرف راست که است این سرد است. این سرد است. وقتی که طرف راست بود، یعنی پس ما فهمیدیم که دندان راست است، خود راست است. نبضش هم چی میباشه؟ عصبی میباشه. یعنی نبضش به طرف نبض اشتکانه رفتگی است و pH هم که است، pH هم خیلی پایین است. اینا در این صورت ما چی میتیم؟ در این صورت اول معده زیر در نظر میگیریم. قبضیت داشت، در داخل ازی به خاطر قبضیت سرنجان شیرین، اسپند، 100 مصبر هم وزن میگیریم، رو جور میکنیم، برابر یک نخود میتیم که قبضیتش باید رفع باشه. دومش چی است؟ دومش معدهش مشکل داشت. به خاطر معده همیشه براتون گفتگی هستم، دوا بسیار آسان و ساده براتون گفتگی هستم. تسپات میگیریم، جلوتری میگیریم و جایفل میگیریم. صحیح است؟ جلوتری میگیریم 50 گرم، دارچینی میگیریم 200 گرم، تسپات میگیریم 250 گرم. یعنی چی میسازیم؟ صفوف میسازیم. 3 وقت از استفاده میکنیم. دو سوم، اگر در داخل از شکمش بسیار باد میکنه، مشکل معده داره، شکمش بسیار زیاد باد داره، در اون صورت چی میتیم؟
ما در اون صورت که هسته چیز میگیریم، جوانی میگیریم، تسپات میگیریم و رایی یعنی اوری میگیریم هم وزن. این هر 3 شب میده میکنیم، صفوف جور میکنیم، 3 وقت نیم قاشق 3 وقت ازی میدیم. درست است. و اگر درد بسیار زیاد داره، درد داره، زانوهای درد شروع کرده یا که جای پوشش همه قسم درد بسیار زیاد داره، شما میتونید خصوصا که پای درد باشه، زانو درد باشه، دو صورت که شما برای ازی این دوا رو تجویز میکنین. دوا چی است؟ جوانی میگیرن 100 گرم، دیگه کلونجی چی رو میگن؟ یعنی سیاه دانه 50 گرم و اسپند 50 گرم، هر 3 زیر یک جای میکنین و صفوف جور میکنین، 500 میلی گرم 3 وقت ازی میدین. خب مهم گپی آخری گپی هستی خود دوای شد. البته ای به یک جز ما رفتیم، جزی عصبی بود که براتون گفتم. اینالی اگر ای آدم چی میکنه؟ پریزی چی است؟ شیر، ماست، اویخ، نوشابه، برنج، کاهو، کرم، گشتیز، مولی سفید، کیله، تربوز، از این چیزا چی میکنه؟ از این چیزا باید استفاده نکنه. و اگر چیزایی که میخوره کشمش، چهارمغز، خرما، پسته، انجیر، این از طرف سوپ باید بخوره. و چیزایی که باید در داخل چایش انداخته شود، میخک، دالچین، جوانی در داخل چای انداخته شود و در داخل دیگ هم میخک، دالچین، جوانی، زردچوبه، مرچ، پودینه، جوانی داخل چی شود؟ داخل دیگ هم انداخته شود. هر غذایی میخورن نرم استفاده شود. اینی پریزایش بود و این رم غذایش بود. لیکن باز برتان میگم گپ اونمون مهم گپ است. وقتی که مشکل پیدا کنه جسمی ازی مشکلی ازی را صرف جسمش حل کرده میدونه، او طریقش چی بود که غذای ازی را تنگ کردن. این قسم آدم ها رو شما اکثر میبینید اشتها هم ندارن. اشتها چی معنی داره؟ جسم بر تو خودش راهنمایی میکنه که برادر من طاقت زیاد خوردن ندارم، جسم تو از غذا پر است. شما چی میکنین؟ شما یک وقت یا 2 وقت نان میخورین، بعد از 4 یا 5 الی 6 بعد از نان نمیخورین و جسم میبینه که خودش چی کنه؟ خودش پاکاریش رو شروع کنه. شما وقتی که از 5 بجه روز تا 5 به 12 ساعت 13 14 تقریبا 15 16 ساعت وقتی که نان نمیخورین، در این دوران چای و آب اجازه است. و اگر بسیار به حال میشه کدام ذره میوه اگر در بین خورد اجازه است، وگرنه نه. شما میبینین که اینمی جسمی ازی خود به خود چی میکنه؟ اینمی مواد فاسده را میخوره و از بین میبره و علاج اصل علاج است، چون جسم خودش علاج کرده است. چون قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق ما انسان را بهترین تخلیق کردیم و این به خاطر دفاع خود، به خاطر ساخت و ساز خود چی داره؟ این در داخلش کمالات خود داره. شما کسایی که میتون مشکل غدود دارن در هر جاشان کرده، شما میتونید که تجربه کنین، صرف از 15 الی 1 ماه شما نتیجه مثبت میبینید. خدا کنه که ویدیو من خوش شده باشه. اگه ویدیو خوش شده باشه حتما ویدیو من رو لایک کنین، چنل من رو سابسکرایب کنین، بل آیکن فشار بدین که هر ویدیو بسازین اولین کسایی باشین شما ببینید. با ویدیو دیدار تا ویدیو آینده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.